به نام خدا. در این فیلم امید تصمیم داریم شما رو با استانداردهای طراحی شبکه‌های پسیو آشنا کنیم. نقشه اشل ساختمان که کلیه اندازه‌ها به صورت متناظر با ساختمان تطبیق داده شده رو مشاهده می‌کنید. این نقشه در واقع پلان معماری یک ساختمان هستش. منظور این هستش که جزئیات نقشه ساختمان، مثلا دیوارها به همراه قطر آنها، محل دقیق درب، پنجره‌ها، ستون‌ها، راه پله، آسانسور و غیره باید در این نقشه مشخص باشه. میریم سراغ پلان شبکه. منظور از این پلان مشخص کردن مسیر عبور داکت‌های شبکه، محل قرارگیری نودها روی پلان معماری. در این پلان باید کلیه اتاق‌های TR و MC و همچنین محل رگ‌های موجود در این اتاق‌ها مشخص باشه. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید این پلان شبکه یک طبقه از یک ساختمان هستش که ما محل دقیق TR رو مشخص کردیم. حالا انشالله در ادامه فیلم شما رو با اتاقهای MC هم آشنا میکنیم. در مورد این اتاقهای TR و تجهیزاتی که داخل این اتاقها قرار میگیره هم صحبت میکنیم. میریم سراغ پلان برقی. این پلان نشان دهنده مسیر عبور کابل‌های بکبون از بین طبقات مختلف هستش. این پلان باید به گونه انتخاب بشه که بتونیم کلیه موانعی که برای مسیرهای اصلی و همچنین موقعیت اتاقهای TR طبقات مختلف و اتاق MC وجود داره رو در اون نشون بدیم. در تمام نقشه ها باید جهت جغرافیایی مشخص بشه. کلیه نقشه ها باید با سایز A3 و دارای راهنما باشن. میریم سراغ ورک اریا. ورک اریا فضای بسته‌ای هستش که تجهیزات کاربران در اونجا قرار گرفته و مرز مشخص با سایر نقاط داره. برای شماره گذاری ورک اریا از سمبل WA به همراه عدد استفاده میشه. اگه بخوایم راحت تر بگیم ورک اریا اتاقهای کار کاربران هستش. شماره گذاری ورک اریا باید به صورت ساعتگرد صورت بگیره، به این ترتیب که بعد از ورود به هر طبقه اولین ورک اریا به سمت چپ شماره 1 و سایر ورک اریاها در جهت ساعتگرد شماره بندی میشن. استاندارد تعیین تعداد نودها در هر ورک اریا به چه شکله؟ تعداد و جانمایی نودها باید طوری باشه که با جابجایی میزها با هر پیکربندی بتونیم با یک کابل رابط سمتری سیستم ها رو بتونیم به نودها متصل کنیم. تعداد نودها به تعداد میزهای موجود در اتاق بستگی داره. میتونیم به فواصل 160 الی 200 سانتی متر یک نود قرار بدیم. در چهار طرف ستونهای بزرگ که معمولا میز قرار میگیره باید نود در نظر بگیریم. در سالن‌های بزرگ که ممکن هست وسط اونها میز قرار بگیره باید نود در نظر گرفته بشه. در اتاق‌های با کاربری خاص تعداد نودها بسته به نظر کاربر و کارشناس فنی تعیین میشه. این تصویر TR یکی از طبقات هستش. حالا میخوایم در مورد استانداردهای TR صحبت کنیم. TR فضایی هستش که انتهای کابل‌های شبکه یک یا بخشی از یک طبقه به اون منتهی میشه. در فضای TR تجهیزات شبکه مانند رک، پچ پنل، روترها، سویچ‌ها، تجهیزات برق مثل UPS نصب میشه. تعیین محل و مشخصات TR. روی نقشه پلان شبکه و پلان برق هر طبقه بایستی محل TR رو مشخص کنیم. به منظور جلوگیری از افزایش طول کابل، اتاق TR تا حدالامکان در وسط طبقات باید انتخاب بشه، همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید. TR باید طوری انتخاب بشه که اتصال اون به MC به سهولت انجام بگیره. تا حدالامکان اتاقهای TR طبقات مختلف زیر یکدیگر در یک راستا باید قرار بگیرن، همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید. TR طوری باید انتخاب بشه که اتصال ورک اریاها به اون به سهولت انجام بشه. الان اینجا به صورت نمادی من یک IP فون و یک PC رو به TR کشیدم. البته باید در نقشه مسیر داک ها، مسیر کابل کشی همه در نقشه وجود داشته باشه. اینجا ما قصدمون این بوده که محل TR رو به شما نشون بدیم. یک سری نکاتی رو در انتخاب اتاقهای TR باید بهش دقت کنیم.
لوله فاضلاب از سقف یا دیوار اتاق عبور نکرده باشه، عدم وجود سرویس بهداشتی در اتاقهای فوقانی، وجود فضای کافی برای تردد افراد فنی و جابجایی تجهیزات، عدم وجود تجهیزاتی که سبب EMI یا RFI بشه، نبودن دستگاه‌هایی با ارتعاش زیاد. برق تجهیزات تیار باید حتما از طریق سیستم برق اضطراری یا UPS تأمین بشه. در صورت امکان باید سیستم‌های اندازه‌گیری رطوبت و دما داخل اتاق‌های تیار نصب بشه. این اتاق‌ها باید دارای سیستم تهویه مناسب باشن، مجهز به سیستم اعلام حریق باشن. این اتاق‌ها باید دارای دربی مطمئن جهت جلوگیری از افراد متفرقه باشه. باید برای اتاق‌های TR کابل ارت هم داشته باشیم. توجه کنید اینجا یک نکته رو خدمتتون بگم. در صورتی که تعداد نودهای یک طبقه کم باشه و طول کابل‌های توزیع افقی اون طبقه به TR طبقه مجاور 90 متر بیشتر نشه، به نظر طراح شما میتونید از نزدیکترین TR برای اون طبقه استفاده کنید. TR مخفف تلکامیونیکیشن روم هستش که الان تصویر یکی از این اتاقها رو مشاهده میکنید. میرم سراغ استانداردهای MC یا Main Cross Connect. مرکز اصلی کنترل شبکه و تبادل اطلاعات بین تیارهای مختلف هستش. ما در این ساختمون تیارهای متفاوتی داریم. این تیارها همه متصل میشن به یک اتاق مرکزی که تحت عنوان MC ما ازش نام میبریم. در اتاق MC کابل‌های بکبون به یکدیگر مرتبط میشن. در این اتاق همچنین تابلو اصلی سیستم برق نصب میشه. کلیه کابل‌های مخابراتی مورد نیاز ابتدا وارد این اتاق میشن. هر ساختمون بایستی داره یک اتاق MC مستقل و مجزا باشه. همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید تیار طبقات مختلف همه وصل میشن به یک اتاق MC. هر MC علاوه بر مشخصات تیار بایستی داره یک سری شرایط خاص باشه. تجهیزاتی که باید داخل اتاق MC نصب بشه داشتن کولر گازی یا یک سیستم کولینگ مناسب، وجود ابزارهای محافظتی و امنیتی مثل دوربین‌های مداربسته، وجود حفاظ برای پنجره‌ها. مسیر دسترسی به MC باید طوری انتخاب بشه که جابجایی و انتقال تجهیزات سنگین و حجم به راحتی امکان پذیر باشه. میخوایم در مورد استانداردهای کابل کشی از اوتلت یا نودهای شبکه تا TR صحبت کنیم. برای بالا بودن سرعت دسترسی اطلاعات بهتر از کابل‌های کت 6 استفاده کنیم. طول کابل از هر نود شبکه به TR حداکثر میتونه 90 متر باشه. در قسمت نود 30 تا 60 سانتی متر باید کابل رو اضافه در نظر بگیریم. در مسیرهایی که داریم کابل رو عبور میدیم باید دقت کنیم که EMI یا RFI کابل‌های ما رو تحت تاثیر خودش قرار نمیده. کابل‌ها باید در فواصل 1 متری توسط بست مناسب محکم بشن. اگر در مسیر کابل کشی شبکه موتورهای برق وجود داره حداقل 1.2 متر باید از این موتورها فاصله بگیریم. اگر در مسیر کابل کشی شما کابل‌های انتقال برق وجود داره باید حداقل 30 سانتی متر از کابل‌های برق فاصله بگیریم. بر روی هر اوتلت بایستی شماره گذاری صحیح طبق استاندارد عنوان شده صورت بپذیره. طول کابل ورودی به رک حداقل به اندازه ارتفاع رک باید اضافه باشه. در مسیر کابل کشی نباید کابل ها به هم تابانده یا کلاف بشن. در نصب کیستون از باز کردن بیش از حد زوجهای به هم تابیده باید خودداری کنیم. بریم سراغ استانداردهای نصب داکت. داکت ها در شرایط معمولی بر روی دیوارهای بدون مانع، لبه پایینی داکت در فاصله حداقل 20 سانتی متری روی قرنیز و لبه بالایی در فاصله 60 سانتی متری از سطح زمین به منظور جلوگیری از برخورد لبه میز و اشیا با بدنه داکت نصب میشه. به طور کلی داکت باید به دیوار متصل بشه و جابجایی نداشته باشه. اتصال داکت به پارتیشن یا کمدهای متحرک مجاز نمی باشه. در این صورت حدالمقدور باید از داکت های کف خوابیده استفاده کنیم. نمونه های از این داکت های کف خوابیده رو اینجا مشاهده می کنید.
در صورتی که در مسیر عبور داکت موانعی همچون پنجره، فنکوئل و غیره وجود داره، ارتفاع داکت با توجه به شرایط موجود باید بررسی و تعیین بشه. در شناسنامه اتاق‌ها یا ورک اریاها باید نحوه داکت کشی در مواردی که روی نقشه یا پلان شبکه غیر قابل نمایش هست به تفصیل توضیح داده بشه. تمامی اجزای داکت‌های مورد نیاز برای هر ورک اریا بایستی به صورت جدول مجزا آورده بشه. در صورت استفاده از داکت‌ها و سینه‌های فلزی حتما ارت یک پارچه داشته باشید. حتی الامکان از داکت‌هایی که امکان عبور کابل شبکه و برق در آنها وجود داره استفاده کنید. در این صورت فضای داکت بایستی توسط پارتیشن به دو قسمت تقسیم بشه. در هنگام نصب پریزهای برق و شبکه، پریز برق سمت راست و پریز شبکه باید سمت چپ قرار بگیره. در هنگام نصب داکت بر روی دیوار، ماکسیموم فاصله بین پیچ ها نباید بیشتر از 60 سانتی متر باشه. حداقل طول و ضخامت پیچ های مورد استفاده باید 25 در 4 میلیمتر مربع باشه و از رول پلاگ ها و واشرهای تخت فلزی باید استفاده کنیم. میرم سراغ استانداردهای پچکورد. پچکورد کابلیه که به منظور ایجاد ارتباط اوتلت با سیستم کاربر یا پچ پنل با سویچ ها مورد استفاده قرار میگیره. در صورت استفاده از پچکوردهای رنگی، رنگ پچکوردهای مورد استفاده در رک بایستی با رنگ پورت های پچ پنل انتخاب بشه تا پیدا کردن کابل ها راحت تر باشه. پچکوردها در استانداردهای نیم متری، 1 متری، 2 متری، 3 متری موجود هستند. به منظور ارتباط بین پچ پنل و سویچ از پچکوردهای نیم متری یا 1 متری استفاده می‌کنند. حداکثر طول پچکوردهای مورد استفاده در سمت کاربر معمولاً 3 متر هستش. میرم سراغ استانداردهای بکبون شبکه. بکبون یا ستون فقرات شبکه در یک ساختمان برقرار کننده ارتباط بین تیارها و MC هستش. به عبارتی قسمتی از ساختار شبکه لن که بیشترین حجم ترافیک رو انتقال میده رو اصطلاحاً بکبون شبکه میگن. کابل های فیبر نوری با عنوان بکبون اصلی شبکه پیشنهاد میشه از کابل های فیبر نوری برای بکبون شبکتون استفاده کنید. ساختار و توپولوژی استار برای بکبون پیشنهاد میشه. بهتره که از کابل های 10 گیگابیت پر سکند هستن برای بکبون استفاده کنید. میرم سراغ استانداردهای مربوط به رک. رک ها با توجه به تعداد و نوع تجهیزات نصب شده داخل اون در 2 نوع ایستاده و دیواری قابل استفاده هستند. نوع و اندازه رک ها با توجه به تعداد و نوع تجهیزاتی که قرار داخل اون استفاده بشه تعیین میشه که میتونه از 8 یونیت تا 48 یونیت باشه. رک های دیواری باید در ارتفاعی نصب بشن که به سادگی در دسترس نباشن. در اطراف و پشت رک ها بایستی فضای کافی در نظر گرفته بشه تا تمام درب‌های رک به آسانی باز بشه. محل قرار گرفتن رک باید طوری انتخاب بشه که جابجایی اون حداقل باشه. کابل‌های ورودی از سقف یا کف به داخل رک باید در حفاظه‌های EGA تیوب محافظت بشن. برق داخل رک حتما بایستی از سیستم UPS تامین بشه. پاور ماژول های هر رک بایستی دارای یک فیوز برای هر اتصال باشه. هر رک باید یک اتصال مطمئن و مستقیم برای ارت داشته باشه. انشالله در فیلم های بعدی شما رو با سیستم ارتینگ هم آشنا میکنیم. رک باید دارای سیستم تهویه مجزا، سیستم نمایش درجه حرارت و سیستم آلارم باشه. اگر کابل ها از قسمت پایین یا بالای رک وارد میشن، یک بار باید طول ستون رک رو طی کرده و سپس وارد پچ پنل بشن. رک بایستی دارای سیستم ایمنی و کلید مطمئن باشه. معمولا رک ها دارای 4 فن که با امکان قطع وصل 2x2 هستند. بدنه رک ها از رنگ پودری الکتروستاتیک هستش.
قسمت پایین رگ‌های ایستاده به جای استفاده از پایه میتونید از چرخ استفاده کنید که حمل و نقل رگ رو آسان‌تر میکنه. چرخ‌های جلویی رگ دارای استاپر هستن که با فشار دادن اونها به سمت پایین رگ در جای خودش ثابت قرار میگیره. حالا میخوایم در مورد استانداردهای کدگذاری صحبت کنیم. کدگذاری طبقات در هر ساختمان به منظور کدگذاری از اعداد استفاده میشه. طبقه همکف رو با عدد 2 صفر شماره گذاری میکنیم. طبقات پایین تر از طبقه همکف رو با اعداد منفی شماره گذاری میکنیم. کدگذاری تیارهای هر طبقه. برای کدگذاری تیارها از اعداد استفاده میشه. مانند ورک اریا از سمت چپ به صورت ساعتگرد عمل میکنیم. هنگام ورود به طبقه سمت چپ رو مبنا قرار داده و اولین تیار رو عدد 1 و بقیه تیارها رو به صورت ساعتگرد شماره گذاری میکنیم، به شرطی که داخل هر طبقه شما بیشتر از یک تیار داشته باشین. کدگذاری ورکریا برای کدگذاری از اعداد استفاده میکنن. جهت کدگذاری به صورت ساعتگرد از چپ به راست هستش. هنگام ورود به طبقه اولین ورک اریای سمت چپ رو عدد 1 و سپس بقیه ورک اریاها در جهت ساعتگرد شماره گذاری میکنیم. میریم سراغ کدگذاری اوتلت ها یا نودهای شبکه. برای کدگذاری از اعداد استفاده میکنیم. جهت کدگذاری ساعتگرد هستش. هنگام ورود به ورک اریا به صورت ساعتگرد از سمت چپ شماره گذاری رو انجام میدیم. میریم سراغ کدگذاری پچ پنل ها و سویچ ها در رگ. برای کدگذاری از حروف بزرگ انگلیسی استفاده میشه. پچ پنل ها رو از بالای رگ با شروع از حرف A کدگذاری میکنیم. سویچ ها رو از بالای رگ با شروع حرف A کدگذاری میکنیم. کدگذاری پورت های پچ پنل. برای کدگذاری پورت ها از اعداد استفاده میشه. کدگذاری از سمت چپ به راست پچ پنل انجام میشه. اولین پورت سمت چپ پچ پنل رو عدد 1 و بقیه رو به ترتیب شماره گذاری میکنیم. میریم سراغ سیستم کدگذاری کلی. بعد از اینکه تمام اتصالات رو تو شبکه وصل کردیم، حالا باید از سیستم کدگذاری کلی استفاده کنیم. این کدی رو که اینجا من نوشتم در واقع اینو داره به شما میگه کابل نود شماره 16 که در اتاق شماره 8 واقع شده وارد تی آر شماره 2 در طبقه 4 شمالی بلوک ساختمان 3201 شده و در اونجا به پورت 12 از پچ پنلی که کد آ روی اون قید شده و این پورت در نهایتاً به پورت شماره 3 سویچی که روی اون کد 30 خورده متصل میشه. خب اجازه بدین تک تک قسمت های اون رو برای شما تشریح کنم. قسمت ابتداییش در مورد شماره ساختمان هستش. شماره ساختمان یک عدد 4 رقمی هستش که برای هر ساختمان به صورت منحصر به فرد شما در نظر میگیریم. آیتم بعدی شماره بلوک هستش که یک عدد 1 رقمی هستش که شماره بلوک رو مشخص میکنه. به صورت پیش‌فرض برای ساختمان هایی که یک بلوک هستن عدد 0 هستش. آیتم بعدی شماره طبقه هستش. شماره طبقه عددی 2 رقمی هستش. بعد از شماره طبقه وضعیت طبقه رو داریم. وضعیت طبقه یک عدد تک رقمی هستش که به شکل زیر تعیین میشه. 0 پیش‌فرض هستش، 1 شمالی، 2 جنوبی، 3 شرقی، 4 غربی و از 5 تا 9 رزرو شده که اینجا الان اگه دقت کنی 1 هستش که نشون دهنده اینه که این طبقه شمالی هستش. میریم سراغ آیتم بعدی که شماره تی آر هستش. شماره گذاری تی آر یک عدد 1 رقمی است که مطابق استاندارد ذکر شده انجام میشه. آیتم بعدی ورک اریا هستش که یک عدد 2 رقمی است طبق استانداردی که خدمتون گفتیم باید انجام بدین. آیتم بعدی بحث شماره گذاری نود هستش که یک عدد 2 رقمی هستش و مطابق با استانداردی که خدمتون گفتیم شماره گذاری میکنم. وقتی وارد یه ورک اریا میشین سمت چپتون رو عدد 1 و بقیه رو ساعتگرد
شماره گذاری میکنید که برای ورکریا، برای نود، برای تی آر از این روش ها استفاده میکنیم. میریم سراغ کدگذاری پچ پنل که خدمتون گفتیم پچ پنل ها رو داخل رک از بالا به پایین با حروف بزرگ انگلیسی کدگذاری میکنیم. شماره پورت پچ پنل یه عدد 2 رقمی هستش که الان اینجا شماره 12 رو برای این مثال در نظر گرفته. آیتم بعدی کد سویچ هستش. کد سویچ مشابه کد پچ پنل از بالای رک به پایین با حروف بزرگ انگلیسی کدگذاری میشه که نشون میده داخل این رک شما 3 تا سویچ دارین که این سویچ سوم هستش که کد C رو براش در نظر گرفتیم و در نهایت پورت سویچ که بر روی هر سویچ مشخص هستش. در پایین هم نحوه کدگذاری بر روی اوتلت یا نودها رو میخوایم خدمتتون بگیم. یه اینجور کدی رو معمولا روی قسمت مربوط به جایی که پریزهای شبکه قرار میگیره برای شما درج میکنن. این کد به این مفهوم هستش که شماره 2 از پچ پنلی که کدش A هستش به پورت شماره 12 از سویچی که کد B هستش متصل شده. این نودی که الان قراره من سیستمم رو بهش متصل کنم به کدوم پچ پنل و کدوم سویچ متصل هستش. میریم سراغ استاندارد آرایش داخلی رک. اگر رک مورد نظر شما فقط شامل پچ پنل و سویچ هستش، در این صورت آرایش رک از بالا به پایین به صورت 2 پچ پنل و 2 سویچ پیشنهاد میشه که موجب سهولت دسترسی به کابل ها و نصب آسان پچ پنل میشه. اگر رک شما شامل پچ پنل، سویچ و سرور هستش، از بالای رک ابتدا پچ پنل و سویچ ها رو نصب کنید و سپس سرور رو داخل رک قرار بدین. در موارد خاص آرایش داخلی رک با رعایت نکات فنی و نظر نصاب و تایید تیم نظارت باید صورت بگیره. مابین تجهیزات نصب شده در رک حداقل 1 یونیت فضای خالی در نظر بگیریم. در بخش‌های از رک که تجهیزات در اون نصب نمیشن بایستی با استفاده از بلانک پنل فضای بدون استفاده پوشانده بشه. استفاده از کیبل منیجر یا همون ابزار مدیریت تقسیم کابل ها در داخل رک الزامی هستش. همونطور که مشاهده میکنید در قسمت های مختلف رک از کیبل منیجر استفاده شده.